یه قطره عسل روی زمین افتاده بود. یه مورچه کوچیک اومد از کنارش رد بشه، گفت بذار یه مقداری بچشم. یه مقداری چشید، اومد که بره، دید مزه عسل اعجاب انگیزه. گفت بذار برگردم یه جرعه دیگه بچشم. برگشت یه جرعه دیگه چشید. باز اومد که بره، دید نه، انگار طعم عسل زیر زبونش مزه کرده و بعد احساس کرد از لبه عسل خوردن کفایت نمیکنه، مزه واقعی رو نمیده. تصمیم گرفت خودشو بندازه توی عسل تا بیشتر و بیشتر لذت ببره. بله، رفت خودشو انداخت تو عسل غوطه ور شد و همینجوری هی لذت میبرد. اما یهو به خودش اومد، دید نمیتونه بیاد بیرون، دید پاهاش خشک شده و به زمین چسبیده، دید توانایی راه رفتن نداره، توانایی اینکه خودشو بکشه بیرون نداره و تو همین حالت موند تا اینکه مرد و از بین رفت. رفیق، دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ که اگر کسی به نوشیدن مقدار اندکی از اون اکتفا بکنه نجات پیدا میکنه و هر کس تو شیرینیش غرق بشه هلاک میشه. این حکایت دنیا. عاقبت به خیر باشیم. یا علی مدد.